سلام بچه، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. امروز اومدیم بچه بریم آموزش انتقال اینترنت به کامپیوتر رو یاد بدیم که کار خیلی ساده ایه. با کابل میخوایم این کار رو انجام بدیم. کامپیوترهایی که مادربردشون هات اسپات نداره و نمیتونن وای فای داشته باشه، هات اسپات نداره نمیتونن وصل بشن، برای همین با کابل باید انتقال بدیم. حالا بیاید بریم آموزش رو ببینیم که چطور با کابل میتونیم انتقال بدیم اینترنت رو به کامپیوتر. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب و دنبال کنین و زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی با خبر باشین. بزنیم بریم سراغ ویدیو. Let's do this. اولین کاری که باید بکنین اینه که شما کابل یو اس بی شارژرتون رو بزنین به کامپیوتر. خب وقتی که این کار رو انجام بدین ببینید که اول گوشیتون شارژ میشه. صبر میکنین. از شما بعد اینکه گوشیتون داشت شارژ میشد یه چند تا سوال میپرسه. میگه میخواین گوشیتون شارژ بشه یا انتقال فایل داشته باشین. شما فعلا نو دیتا ترانسفر رو میزنین یا همون فعلا گوشی شارژ بشه، با اون کاری نداریم. شما سفر رو میکشین پایین. خب بعد اینکه سفر کشیدین پایین توی گوشی شیائومی اینجوریه. میاین روی گزینه هات اسپات یا کانون داغ. هات اسپات و کانون داغ رو روشن میکنین. بعد از اون نگهش میدارید تا یه همچین صفحه براتون باز بشه. بعدش میایم پایین و گزینه یو اس بی تی شیرینگ، حالا شیر دیگه، یو اس بی شیر دیگه، برای شیر اینترنت این کارو میکنیم. این پایینش نوشته یو اس بی کانکتد. شما اون رو روشن میکنین. بعد اینکه این روشن شد چند لحظه صبر میکنین تا اوکی بشه. یه چند لحظه صبر میکنین که کامپیوتر اوکیش کنه. بعد اون امتحان میکنین. مثلا گوگل رو باز میکنین ببینین که اینترنتتون وصل شده یا نه. مثلا برنامه‌ای که با اینترنت کار میکنه، مثلا من سایت آپارات رو اینجا سرچ کردم. ببینین کامل مثلا سایت آپارات الان برای ما اینجا بالا آورده. بابا باریکلا. به همین سادگی میتونین که اینترنت رو به کامپیوتر وصل کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. کانال ما رو ساب کنید، دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو بزنید تا ویدیو جدید با خبر باشید. تا ویدیو بعدی فعلا خدا یارو نگهدارتون.